این پومیدورهایی که میبینید از ژاپنیا آورده شده‌اند. آنها نوع ژاپنی بوده. نامشان پینک پارادایس میباشد. انا این بلغاری ها باشند استحصال وطن خودمان است. در زبان خلق ما آنها را سویتافور میگویند. لیکن نامشان ریجید است. آنها رنگی سرخ، زرد و سبز دارند. غیر از این محصولات بودرینگ، باقلاجان کشت میکنیم. در زمین های کشودمان باشد خربوز و تربوز کشت کرده ایستاده‌ایم. از ماه اوگوست سر کرده ما حاصل پومیدور، باقلاجان و بودرینگ را جمع آوری میکنیم. از 57 گکتار زمین 27 گکتارش را گرمخانه ساختیم. از دولت‌های همسایه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان به ما تکلیف کرده ایستادند که شرطنامه بندیم.